سرزمین سغد، قوم سغد و زبان سغدی. سغد نام یکی از اقوام آریایی در آسیای میانه کنونی و ماورالنهر قدیم است که سالهای طولانی یکی از تمدن‌های ایران شرقی را در ماورالنهر و فرارود رهبری می‌کردند و بانی این تمدن بودند. جغرافیای قدیم سغد همکنون بین کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، غرب قرقیزستان و جنوب قزاقستان واقع شده که همکنون این جغرافیا در 4 کشور مرزهای قدیم سغد وجود دارد. سغد پس از ایرانویج دومین سرزمین باشکوه و پرعظمتی است که در این منطقه و مردمان ماورالنهر خلق شده بود. سرزمین سغد توسط کورش بزرگ به شاهنشاهی اخامنشی‌ها ضمیمه شد و در فهرست شهرهای اخامنشیان است که در سنگ‌نوشته‌های بیستون به عنوان 8مین سرزمین نام برده شده است. پس از آن در جریان لشکرکشی اسکندر مقدونی بعد از یک مقاومت خونین در سال 328 پیش از میلاد اسکندر توانست که منطقه را به دست بگیره و بعد از مرگ اسکندر یک مدت کوتاه زیر فرمان سلواکیان بلخ درآمد. سپس دولت سلواکیان بلخ این منطقه را ضمیمه دولت بلخ کرد و بعد از او اشکانیان بر این منطقه مسلط شدند، اما دیر نگذشته بود که کوشانیان این منطقه را تصرف کردند و بعد از او بعد از تجزیه شاهنشاهی کوشانیان که ساسانیان در تجزیه از این نقش داشت، دولت ساسانی بر این قلمرو حاکمیت پیدا کرد و تقریبا 1 قرن زیر اداره ساسانیان بود و در نهایت با حملات ابطالیان از دست ساسانیان خارج شد و ابطالیان هم دیر دوام نکرد که سرانجام دولت‌های وقت در سغد رفته رفته دست نشانده ترکان شدند و به دست نشانده های ترکان مبدل گردیدند که تا کنون هم ترکان در این منطقه حاکمیت دارند. گفته شده که مردمان سغد در قدیم پیش از اسلام آیین زردشتی، آیین بودایی و مسیحیت داشتند. شهرهای مهم سغد سمرقند، بخارا، خوجند و شهر سبز گفته شده است و قسمت‌های از پنجکند و در بعض منابع دیگر از ایثار هم نام برده شده و این جغرافیا از قرن 6 پیش از میلاد تا قرن 11 میلادی وجود داشته و محدوده سغد میان آمودریا و سیردریا واقع بود. و اما زبان‌های سغدی. زبان سغدی یکی از زبان‌های ایران شرقی است که مردم به آن تکلم می‌کردند. این زبان با دیگر زبان‌های ایران شرقی مانند زبان باختری، زبان خوارزمی، زبان ختنی و زبان‌هایی که امروزه مانند آسی و زبان پشتو از بایی نزدیک بود. با این حال گستره زبان سغدی با خود جغرافیای سغد هم محدود نبود. این زبان رایج مناطق در شمال غربی چین امروزی بوده و حتی سنگ نوشته های مربوط به آن که به سال 581 میلادی است در مغولستان به زبان سغدی پیدا شده است که مربوط به یکی از خانات گوکترک است که زبان خود از زبان سغدی می دانستند و حتی بعض مقالات ضعیف و روایت های ضعیف است که زبان شغنی که همکنون در افغانستان در قسمت های از بدخشان صحبت میشه و در قسمت های از بدخشان کوهی تاجیکستان صحبت میشه، یکی از گویش ها و یکی از شاخه های زبان سغدی است که تا کنون هم در این منطقه گویش هایش است و این را جزء از زبان های سغدی میدانند. این زبان در دوره های مختلف دوره باستانی با 3 الفبای مختلف نوشته می شد که الفبای سغدی، الفبای سوریایی و الفبای مانوی و گفته شده که این 3 الفبا از الفبای آرامی گرفته شده که زبان فارسی دری و عربی یک بخش از
الفبایش از همین زبان گسترش پیدا کرده و از همین زبان گرفته شده. در دوره های اسلامی سغدی ها خط عربی را برای نوشتن خود سازگار نبودند و در قرن هشتم آیغورها با استفاده از الفبای سغدی شیوه نگارش جدیدی را در زبانشان خلق کردند و بعدها الفبای مغولی در قرن 13 و در دوره امپراتوری مغول که از آن استفاده می شد از این خط و از این نگارش گسترش پیدا کرده است. زبان سغدی که در دوران باستان و قرون وسطی به آن گویش می شد امروزه از بین رفته. با این حال یغنابی ها که در منطقه سغد تاجیکستان هم اکنون زندگی میکنه و هنوز هم به یکی از لهجه های همان زبان سغدی سخن میگویند، از زبان های سغدی است که در غرب فرغانه به آن گویش میشد و هم اکنون در این منطقه داره به این زبان تکلم میکنه و پیشتر هم گفتم که یک بخشی از این گویش ها در شغنان افغانستان و شغنان تاجیکستان وجود داره که تاریخ نگاران و زبانشناسان گفتند که زبان شغنی هم یکی از گویش های زبان سغدی است. با اسلام سازی منطقه و رواج یافتن زبان فارسی دری رفته زبان فارسی دری جایگزین زبان سغد یا زبان سغدی در این منطقه شد و حتی سامانیان که در سغد و امان سغد قدیم امپراتوری خود را برپا کرده بودند به زبان فارسی دری سخن می گفتند. همین مسئله باعث شد که زبان فارسی دری به سرعت پیشرفت بکنه و اوج پیشرفت زبان فارسی در دوره سامانیان گفته شده است. با این حال هنوز هم از واژه های زبان سغدی در لهجه فارسی تاجیکی در بخش های از ازبکستان و تاجیکستان وقتی افراد صحبت میکنن دیده میشه و یک بخشی از واژه های زبان سغدی هنوز هم در این منطقه پابرجا است.